سلام چطورین؟ میخوام برم موهامو کوتاه کنم. خودم خیلی براش ذوق دارم و همجور استراب داره آقا دیگه. البته بار اولم نیست. یه بار چند سال پیش این کار کردم، یهو خیلی موهامو کوتاه کردم و اینا. دوباره میخوام برم همین کار انجام بدم، ولی بازم همون حس دارم و خیلی برام حس جالبه، هم هیجانه و هم یکم سخته. بریم. امیدوارم که از تصمیمم پشیمون نشم. میتونم پشیمون نمیشم چون قبلا هم این کار کردم و خیلی راضی بودم. پشیمون نمیشم، میدونم. خب نه فیلمه. آره. خب نظرت چیه راجع به مدلش؟ سوالت یه بار دیگه ازم بپرس. میخوای چی کارش کنی؟ میخوای تو مدلی بهش بدی؟ خب خودت چه حدسی میزنی؟ کلا کوتاهش کن. همینو می‌خواستم بگم. کلا کوتاهی کوتاه؟ آره. چقدر یعنی الان تو پای خودم؟ آره. بیسیش میخوای بکنی؟ آریشون؟ خیلی بلنده ها، اب نده. اشکال نداره، ببندش قیچیش کن. نظرت چیه؟ من که موافقم با یه همچین تغییر. عالی میشه با این رنگ چرا آوردم با خودم؟ تو کیفم الان. سلام خدمت شما بینندگان عزیز. صاف بگیرم. خدا حافظ. بخوای پشیمونم کنی؟ که پیش رفتیم به همه چند تا مدل پیشنهاد بده. و همینش هم دوست دارم. میریم که دیگه خیلی کوتاش کنیم. اینجوری مدل شاخ هم خوبه ها. با چه سلاحی اومد. آخه چرا یه هایی چنین تصمیم هایی میگیریم هستیه؟ Good.
دوستش دارم. و فکر کن تابستونه اینا همه دارم توجیه میکنم. شهر پشیمون شدم موامو بده. پشیمانی سودی ندارم. نه خدایی من با تجربه که دارم دفعه قبلی که کوتاه کردم اصلا پشیمون نشدم، یعنی یک لحظه هم نگفتم کاش موام بلند بود. هی به خودم گفتم کاش زودتر این کار کرده بودم. الانم میدونم که اصلا پشیمون نمیشم چون موی کوتاه خیلی حس خوبی میده. خیلی عالیه. کسی که تجربهش کرده باشه میدونه که دقیقاً میدونه که من که میگم تجربه من ثابت کرده. نمیم شاید شما دوستایی داشتم البته موهاشون رو کوتاه کردن و خیلی پشیمون شدن از اینکه این کار کردن، ولی من چنین حسی نداشتم و خیلی هم زود بلند میشه دوباره. خیلی سریع رشد موی کوتاه رو می‌بینی ولی رشد موی بلند رو نمی‌بینی. آره و وقتی داشت بلند میشه پشت سر هم میرفتم کوتاه میکردم که بلند نشه اون موقع. آره. سال 96 بود فکر کنم کوتاه کردم. آره 2 سال کلا کوتاه بود دیگه. از اول کرونا موامو نزدم، بازم کوتاه میکردم، نوگیری میکردم ولی خیلی بلند شد. خیلی بلند شد. همش به این فکر بودم الان مرزی میاد میگه یه ذره پایینش صاف کن 2 یه سانت کار کن. بره از قصد داشتم بهت نگفتم. خیلی خوب شد واقعا یه آخش داره. خب نتیجه این شد. خودم خیلی دوستش دارم. من موهام